ابهامات در محیط زندگی ما، چه در فضا چه در زمین، هنوز زیاده و خیلی چیزایی هست که ما هنوز کشف نکردیم. فضا رو نمیگم، رو همین زمین خودمون. آیا میدونیم تو اعماق اقیانوس ها چه خبره؟ نه، هیچی نمیدونیم. یک دنیای اون زیره که ما 95% ازش بی اطلاعیم. اگر بخوایم یه مقدار عظمت عمق اقیانوس رو بفهمیم، همین کافیه که بدونیم اگر تمام خشکی‌های زمین، مثلا کوه‌ها، دشت‌ها، همه خشکی‌ها رو که می‌بینیم خراب کنیم و بریزیم تو اقیانوس، خشکی‌ها گم میشه و اگر مساوی ریخته باشیم تو اقیانوس، تمام دنیا به عمق 3 کیلومتر میره زیر آب. با این محاسبه عظمت عمق اقیانوس رو متوجه میشیم. اینو که همه میدونن 3/4 دنیا رو آب گرفته و 3 کیلومتر عمق در مقابل عمق اقیانوس ها یک جوکه. حالا با ما همسفر بشیم، یه مقداری بریم تو عمق اقیانوس و ببینیم چه خبره. مثلا اگر یک آدم عادی بخواد بره غواصی و تمام تجهیزات رو اجاره کنه، از 40 متر پایینتر اجازه نداره بره، چون از 40 متر به پایین فشار میره بالاتر و امکان داره که یک آدم عادی بر اثر اون فشار حالش بد بشه. تو عمق 93 متری اقیانوس لوسیتانیا خوابیده، کشتی انگلیسی که در سال 1915 توسط آلمانی ها غرق شد و باعث شد انگلیس هم وارد جنگ جهانی اول بشه. طول این کشتی 200 متره، یعنی اگر ایستاده تو آب بود نصفش میزد بیرون. 214 متری جاییه که یک آدم پرقدرت و عجیب به نام هربرت نیچ بدون هیچ وسیله تنفسی رفته پایین و دوباره اومده بالا، یعنی با یک نفس 214 متر رفته پایین و دوباره اومده بالا. حالا ریه های این آقای نیچ چه گنجایشی داره من نمیدونم. 332 متری هم جاییه که یک غواص با تمام تجهیزات به نام احمد جبر رفته پایین و رکوردش دست اونه. اگر امپایر استیت رو سر و ته بکنی تو آب میرسه تا اینجا، یعنی در 443 متری. 500 متری جاییه که حد آخر شنای بزرگترین موجود دنیا، یعنی وال آبیه که از این پایین تر نمیره. این خط پایان زیردریایی هم هست. اونا معمولاً از این پایین تر نمیرن. میتونن برن ولی نمیرن چون به ریسکش نمیارزه. پنگوئن ها موجودات عجیبی هستند. یک نوع از اونها، یعنی پنگوئن امپراتور، تا 535 متری میره پایین و راحت شنا میکنه، شکار میکنه و میاد بالا. حالا بدن این موجود چه مقاومتی داره بماند، چون تو 535 متری فشار آب مثل این میمونه که یک خرس قطبی رو بذاری روی یه سکه و اون سکه هم بذاری رو بدنه، چه فشاری بهت میاد؟ حالا فکر کن تمام بدن داره این فشار میاد. واقعاً پنگوئن ها اینجا شاهکارن. بلندترین ساختمون دنیا که فعلاً برج خلیفه است، اگر سر ته بکنیش تو اقیانوس میرسه به 830 متری. خب بریم پایین تر. 1000 متری وحشت همه جا رو میگیره. از اونجا به بعد ظلماته و هیچ نوری به پایین نمیرسه. میتونی بگی از 1000 متر به پایین تاریک ترین مکان طبیعی دنیاست. اگر تو اون آب باشی حتی دست خودتو نمیتونی ببینی. اگر بری اون پایین و فشار آب نکشتت، حتما این میکشتت. جاینت سکوید یا ماهی مرکب غول‌پیکر. این موجود وحشتناک تو تاریکی ها زندگی میکنه و از 1000 متر کمتر نمیاد بالا، ولی پایین تر میره. یه مقدار بریم پایین تر، یعنی 1280 متری، یک موجود عجیب میبینیم. عجیب از این نظر که این نباید اون پایین باشه. لاک‌پشت آبی که در کمال تعجب هم بالاها هست هم میره اون پایینا سر میزنه. من یه چیزی اینجا بهتون بگم، اگر یه وسیله مطمئنم داشتین تو 2000 متری نرین، چون تو اون عمق بلک دراگون فیش زندگی میکنه، یا به فارسی بهش میگن اژدها ماهی سیاه. اگر نور نداشته باشی اصلا اینا رو نمیتونی ببینی. ولی ما که تا اینجا اومدیم، بریم پایین تر ببینیم چی میشه. تو 2250 متری حد آخر حضور ماهی مرکب غول‌پیکره یا همون جاینت سکوید.
تو همون حدودم شاه نهنگ یا اسپرم ویل شنا میکنن. شاه نهنگ هایی که جنازهشون میان رو آب با کمال تعجب میبینین خط خطی هن. این خطایی که میبینین روی بدن این نهنگ افتاده کار ایشونه. این نهنگ زبون بسته با این دعوا شده و اینم با این چنگولاش که تیغه های تیزی داره اونو لطه پار کرده. این ماهی مرکب غول‌پیکر رو میبینین که در تاریکی ها زندگی میکنه. 14 متر طولشه و 750 کیلو هم وزنشه. یعنی به راستی یک هیولاست. چون تو تاریکی ها زندگی میکنه، برای اینکه ببینه چشماش اندازه یک بشقابه. این چشما یعنی چی؟ یعنی اون تو اون تاریکی تو رو میبینه ولی تو اونو نمیبینی. خب اجازه بدید بازم بریم پایین تر. 3800 متری جاییه که تایتانیک آرام گرفته و تو اون تاریکی ها برای خودش خوابیده. در 4000 متری میرسیم به جایی که فشار آب 11000 PSI. حیواناتی که از این به بعد ببینی به حیوانات زمینی نمیخورن. انگار که آدم فضایی ها اینا رو آوردن گذاشتن اون پایین. موجوداتی مثل ماهی دندان نیش یا فنگ توث، قلابچه ماهی یا انگلر فیش و گرز ماهی یا وایپر فیش. کشتی آلمانی بیزمارک در 4791 متری آروم گرفته. این کشتی در جنگ جهانی دوم غرق شده. فشاری که تو 6000 متری به آدم منتقل میشه معادل اینه که وزن یک فیل بزرگ رو منتقل کنی روی تمر پستی. یا اگر بخوای اون فشار رو به تمام بدن انسان منتقل کنی معادل وزن 50 تا بوینگ 747 که به بدن یک انسان وارد میشه. فکر میکنید چیزی باقی میمونه اصلا؟ انسان در اون عمق پوچ میشه. البته بدون وسیله. این زیردریایی DSV الوینه که موفق شده تا 6500 متر بره پایین و تایتانیک هم همین این پیدا کرده. در 8848 متری میرسی به جایی که اگر قله اورست رو سر ته بکنی تو آب نوکش میرسه به اینجا. بازم بریم پایین تر؟ چشم میریم پایین. تو 10898 متری جاییه که زیردریایی دیپسی چالنجر که رانندش هم جیمز کامرون بوده در سال 2012 رفته اون پایین، ولی بیشتر از اون نتونسته بره پایین. اما پایین ترین جایی که انسان ها تونستن برن کجاست؟ در سال 1960 دان والش و جاکویز پیکارد با این وسیله که به نام تریست خونده میشد تا 10916 متری رفتن پایین. 5 ساعت طول کشید که اونا خودشونو برسونن اون پایین، اما فشار بیش از اندازه‌ای که به این وسیله وارد میشد اجازه نداد که اونا بیشتر از 20 دقیقه اون پایین بمونن. اونها یک دفعه متوجه شدن که تنها پنجره این زیردریایی که یک شیشه به ضخامت 30 سانتی متر روش نصب بود یک ترک مویی خورده و هر آن ممکنه که بشکنه. برای همین اونها به سرعت اومدن بالا و زنده موندن که این داستان رو برامون تعریف کنن. میدونین اونها تو کدوم گودال رفته بودن پایین؟ تو درازگودال ماریانا یا ماریاناز ترنچ. اونها میخواستن تا ته ماریانا برن که 10994 متر عمقشه. اون ته رو بهش میگن چالنجر دیپ که هنوز هیچ کسی نتونسته بره پایین. درازگودال ماریانا اینجا قرار گرفته در 300 کیلومتری جزیره گوام. انتهای درازگودال ماریانا عمیق ترین جاییه که انسان ها میشناسن، اما عمیق ترین جای اقیانوس نیست. چون باورتون نمیشه انسان ها فقط 5% کف اقیانوس ها رو میشناسن و 95% ناشناخته است و این در مورد موجودات اون زیر هم صدق میکنه. تو اون 95% که ما نمیشناسیم موجوداتش هم نمیشناسیم، ولی انسان ها خیلی دنبال اینن که برن اون پایینا رو بشناسن. برای همین احتمال داره هر روز موجودات جدید و جاهای جدید شناخته بشه.